در قسمت گذشته تحت عنوان قانون شیطان در گمراه کردن انسان بیان نمودم که شیطان ملعون دشمن بزرگ و آشکارای انسان او را به گناه نزدیک می کند، سپس او را وادار به انجام گناه می نماید و باز او را تشویق بر تکرار گناه می کند. هنگامی که عادت نمود باز ترک گناه خیلی مشکل است. در این قسمت بیان می کنم که چگونه می توانیم به گناه نزدیک نشویم و آن را انجام ندهیم. قانون کلی در اسلام این است که به خاطر از بین بردن فساد راههای رسیدن به فساد را باید از بین ببریم و اگر من و شما مسلمانان به توصیه های اسلام عمل بنماییم اصلا فسادی باقی نمی ماند. فساد خود به خود از بین می رود. اما متاسفانه من و شما مسلمانان امروز قوانین اسلام را زیر پای نمودیم و قانون اساسی را جایگزین آن کردیم. ببین الله متعال در قرآن عظیم الشان سوره مبارکه الاحزاب جزء 22 آیت 33 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. الآیه صدق الله العظیم. یعنی ای زنان در خانه هایتان بمانید، در خانه هایتان قرار بگیرید و همچون زمانه جاهلیت قدیم از خانه هایتان با ظاهر کردن زینت آلاتتان خارج نشوید. زنان در خانه ها بمانند و سرپرستی فرزندان را به عهده داشته باشند، امور خانه را پیش ببرند و مردان کار بکنند، در صورتی که زنان نیازی پیدا نمودند و از خانه خارج شدند با حجاب اسلامی خارج بشوند، حتی چهره ها پوشیده باشند، موها که هرگز نباید دیده شوند و اگر یک تار مو هم دیده شد حرام است و کاملا ناجایز می باشد و این عادت زمانه جاهلیت است. یعنی این عادت زمانه جاهلیت است که مردم با حالت بی‌حجابی، زنان با برهنه کردن سرهایشان از خانه ها خارج می گشتند. خارج نشو، در خانه بمان و اگر از خانه خارج شدی با حالت انسانی خارج بشو، همچون حیوانات خارج نشو. اگر خارج شدی باز بدان که مورد حمله دیگران قرار می گیری. اگر زن در خانه بماند و یا اگر از خانه خارج بشود با حالت انسانی باشد، مردی به طرفش نمی بیند. مرد که ندید عاشقش نمی شود، نمبری نمی دهد، پیامکی نمی فرستد، با هم تنها نمی شوند، زنا صورت نمی گیرد. ببین اسلام راه فساد را از بین برد. چاره این است که زن حجاب بکند. رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم فرموده اند هیچ دو مرد و زن بیگانه و نامحرمی نیست که در جایی تنها بشوند و خلوت بگزینند مگر سومیشان شیطان است. شیطان وسوسه می کند که زنا بکن، زنا بکن. این جوان هم خود را کنترل کرده نمی تواند، زنا صورت می گیرد. اما این وظیفه حاکم، وظیفه دولت مرد، وظیفه آمر و کسی که مسئولیت جمهور مردم را بر عهده میگیرد است که فساد را از بین ببرد. اما متاسفانه امروز از هر طرف راههای فساد را بر روی امت باز میکنند. چه بیان مینمایند؟ زن و مرد با هم برابرند، بنابراین زن میتواند مثل مرد از خانه خارج شود. زن میتواند که مثل مرد سر خود را برهنه بکند. امروز مردان خیلی با حجاب تر از زنانند. هر لباسی را که خواست میتواند بپوشد، چهرهش ظاهر باشد، هیچ مشکلی نیست. چرا؟ چون این حقوق بشر است. مرد هم بشری و زن هم بشری است. آیا این حقوق و این قوانین برخلاف قوانین اسلام نیست؟ با نام درس خواندن در دانشگاه ها پسران و دختران را در پهلوی هم در یک صنف می نشانند.
و اگر ممانعت کردیم میگویند که اسلام مانع درس خواندن دختران میشود. نه خیر، اسلام مانع درس خواندن نه، بلکه مانع فساد میشود. چرا پسران و دختران را در دو صنف جداگانه نمی نشانی؟ و اگر در دو صنف جداگانه نشستند، هم استاد پسران را زن و استاد دختران را مرد تعیین می کنند. از میان پوانتون دو پسر و دختر با هم رابطه برقرار می کنند، با هم می گریزند. پدر دختر راضی نیست، دختر را عاق می کند، دختر را حتی بالاخره می کشد و اینطور رابطه ها را برهم و درهم می زنند و فساد را در جامعه ایجاد می کنند. فروش مواد مخدر جهت کارگیری و استعمال برای معتادین حرام است، درست نیست. اما چرا دولت جلو کسانی را نمیگیرد که به خاطر منافع خود مواد پلید مخدر را به فروش میرسانند؟ در حدود کم و بیش 3 میلیون باشنده کشور من و شما متاسفانه مبتلا به این مواد پلید هستند و هر کدام از این اشخاص میتوانند ثروت بزرگی برای جامعه من و شما باشند. اما متاسفانه که امروز در کنار کوچه و جاده افتاده اند و خوار و ذلیل شدند. چرا؟ چون که حکومت و دولتی نیست. قتل و خونریزی یکی از بزرگترین گناهان می باشد. ارزش خون یک مسلمان به بارگاه الله متعال از ارزش خانه کعبه معظمه هم بالاتر است، چنان که نبی کریم علیه السلام فرموده اند. و به خاطر از بین بردن این فتنه رسول معظم صلی الله تعالی علیه و سلم فرموده اند هر کسی که با صلاح به طرف ما حتی اشاره بکند از جمله ما نیست. ولی متاسفانه امروز اوضاع را طوری ساختند که هر کسی در جیب خود اسلحه‌ای دارد. هر کسی می‌داند که اگر مرتکب قتل هم بشود او را فقط چند روزی زندانی می‌کنند و بس. قانون قصاص را از بین برده اند. نفر از این سو قتل می‌کند و از آن سو بعد از 10 روز با هر نامی که باشد از زندان رها می‌گردد. اسلام میگوید ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، برای شما در قصاص زندگانی است ای کسانی که عقل دارید. 10 تا را قصاص بکن، 11می می هراسد و دست به انجام چنین کاری نمیزند. اما متاسفانه امروز قانونی را به نام حقوق بشر وضع کرده اند. در مورد شراب 10 نفر لعنت شده اند. حتی کسی که شراب را می سازد، می فروشد، می خرد، دیگری را دعوت می دهد، می نوشد تا با خیر. اما متاسفانه امروز شراب خریدن هم آزاد، فروختن هم آزاد، نوشیدن هم آزاد است. و قیاس به این مثال هایی که بیان کرده ام فتنه ها را برای مردم عام می کنند، راه های فساد را باز می نمایند و مردم را مفسد می کنند و باعث می شوند که مردم جامعه پیشرفتی نداشته باشند. و این هم که کاملا معلوم است هنگامی که مردم به مسائل دینی اعتنایی نداشتند و دولت هم فاسد بود، یقینا که پیشرفتی نیست. نفر کار نمی کند، زحمت نمی کشد، به فکر درس خواندن نیست. چرا؟ چون می داند که با دزدی و رشوت و قمار می تواند پول به دست بیاورد. تا به شام به فکر مد و پیشن است و با تن فروشی پول به دست می آورد. وظیفه جوانان لواطت کاری شده، استفاده از مواد پلید مخدر می باشد. شراب هم که عام است. نفر شب تا به صبح شراب می نوشد تا به نیمه روز خواب می شود. چگونه پیشرفتی داشته باشد؟ جوان صبح تا به شام به فکر داشتن رابطه نامشروع با دختر همسایه خود است. چگونه درس بخواند؟ همه این مسئولیت ها بر ذمه حکومتداران من و شما هستند. امام عادل یکی از کسانی می باشد که در روز آخرت بر زیر سایه رحمت الله متعال قرار می گیرد. یوم لا ظل الا ظله، روزی که سایه دیگری به جز سایه رحمت رب نیست. اما امامی که عادل نیست باعث فساد در جامعه می شود، سگ جهنم خواهد بود ان شاء الله تعالی. و این را همگان باید بدانیم که به جز قوانین اسلام قانون دیگری نمیتواند باعث نیکبختی من و شما در دنیا و آخرت بشود.
پروردگار متعال توفیق استقبال و قدردانی از قوانین اسلام را برای من و شما بدهد. آمین ثم آمین. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین.